آموزگار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیچ برهان هدایتوف برای کفاندن چشم همکار جوانش لایق تویچیف در یک ماجرای روز 1 می به 6 سال زندان محکوم شده است. دادگاه دوشتیچ برهان هدایتوف را رسما برای قصداً رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی همکسب در وقت فعالیت خدمتی ایبدار کرده است. رستم هدایتوف مدیر مکتب رقمی 50 و برادر برهان هدایتوف میگوید آنها برای بازنگری حکم به دادگاه ولایت سوغد شکایت بردند، ولی این زینه دادگاهی حکم اوله را به تغییر گذاشت. برهان هدایتوف آموزگار سابقه‌دار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 در ناحیه دوشتیچ بعد حادثه زنازنی در مکتب با همکسبش از طرف مأموران میلیسا دستگیر شده تا زمان اعلان حکمش در بازداشتگاه نگهداری موقتی شهر استرافشان نگهداری میشد. لایق تویچیف که در زنازنی ماه می امسال با برهان هدایتوف از چشم چپش محروم شده است گفت از حکم دادگاه قناعتمند است، اما در عین زمان گفت که برای گرفتن جبران تلاش خواهد کرد، زیرا در این جنجال یک چشمش را از دست داده برای معالجه آن به پول نیاز دارد. حادثه زنازنی 2 معلم در مکتب در وقت کار در ماه می امسال در مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیچ اتفاق افتاد. لایق تویچیف میگوید بحث و زنازنی آنها از پس پرینتر یا دستگاه چاپی در مکتب سر زد. پرینتری مکتب به خیره میبرد است. من میخوام گفتم من یگان آدمی نمیفهمیدم این رسیدگی وایران شده که همین گپ گفتم به عزت نفسی وای رسیدگی. قبلا رستم هدایتوف مدیر مکتب گفته بود که به جنجال بین معلمان دغلگویی خودی تویچیف سبب شده بود. به قول مدیر مکتب لایق تویچیف در حق همکسبش برهان هدایتوف لفظی حقارت‌آمیز روسی را به زبان گرفته بعد مذمت آموزگار آن را دوباره تکرار کرده است و این به آتش ماجرا روغن ریخته است.